سینگلی مد نبود، ما خطوط انتقال برگ سینگل داشتیم. یک سوالی که شاید از خودتون پرسیده باشید اینه که آیا ما میتونیم انرژی برگ رو فقط با یک سیم انتقال بدیم یا نه؟ پاسخ بله هست. در سراسر جهان این سیستم که بهش میگن سینگل وایر ارث ریترن، تقسیم با برگشت زمین، از زمین به عنوان مسیر برگشت جریان استفاده میشه که در نیوزلند، استرالیا، آمریکا، کانادا، آفریقا هزاران کیلومتر SWR اجرا شده که هدف انتقال برق به مزارع و روستاهای کوچک با توان کم هست. در این تصویر SWR مربوط به آمریکا رو مشاهده می کنید که ولتاژ 13.5 کیلوولت با استفاده از یک ترانس کاهنده تبدیل شده به ولتاژ 120-240 ولت فشار ضعیف. خب الان اگه بیایم و سیستم مرسوم رو با SWR مقایسه بکنیم که من در اینجا از سیستم استرالیا رو بررسی کردم که ولتاژ 66 کیلوولت در پست فوق توزیع تبدیل میشه به 11 کیلوولت، میرسیم به پست توزیع و 11 کیلوولت تبدیل میشه 230 400 ولت 4 سیمه که این میشه سیستم مرسوم ما. خب الان اگه بیایم و SWR رو اجرا بکنیم، در ابتدای خط از یک ترانسفورماتور ایزوله استفاده میکنیم که ولتاژ 11 کیلوولت به اولیه ترانس داده میشه، ولتاژ 19 کیلوولت در ثانویه القا میشه و خط تقسیم رو تا چندین کیلومتر اجرا میکنیم که در اینجا از سیم 70 میلیمتر مربع ACSR استفاده کردیم. بعد میایم و سر دوم ترانسفورماتور رو در ثانویه با استفاده از یک الکترود به زمین متصل میکنیم. بعد مثلا بعد از 20 کیلومتر میرسیم به یک روستا و از یک ترانسفورماتور کاهنده استفاده میکنیم و یک سر متصل میشه به خط تقسیم و سر دیگر متصل میشه به الکترود زمین. در نهایت ما ولتاژ 230 460 ولت رو در خروجی خواهیم داشت. خب اگه بیایم و مسیر جریان رو دوباره نگاه کنیم، ولتاژ 11 کیلوولت تبدیل میشه به 19 کیلوولت، جریان میاد میرسه به ترانس کاهنده، بعد میره به سمت زمین و مسیر جریان از سمت زمین خودش رو میبنده و در این حالت ما در سمت ثانویه ترانس کاهنده و ولتاژ 230 460 رو خواهیم داشت. اگه بیایم و جریان رو در سمت اولیه ترانس 30 کیلوولت آمپر محاسبه بکنیم، میرسیم به جریان 1.58 آمپر. در این صورت اگه بیایم و ولتاژ زمین رو محاسبه بکنیم، ولتاژ میشه مقاومت ضرب در جریان که میشه 8 اوم مربوط به مقاومت الکترود زمین ضرب در 1.58 آمپر میشه 12.64 ولت که این ولتاژ کمتر از 25 ولت و ولتاژ ایمن محسوب میشه. خب بالا یه سوال از شما، آیا میتونیم SWR رو در سطح ولتاژ 230 ولت اجرا بکنیم یا نه؟